نیست. در اینجا به اجمال به بررسی داستان چپدست‌ها می‌پردازیم. چپدست داستانی استعاره‌ای است که به سیاست نظر دارد و از پس نشانه‌ها سعی دارد حوزه سیاسی را نقادانه در نظر خوانندگان عریان کند. حزب چپ حزبی سوسیالیست و دستچپی در آلمان است که سابقاً حزب سوسیالیسم دموکراتیک نامیده می شود. این حزب خلف قانونی حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان است که تا سال 1990 حاکم آلمان شرقی بود و تا زمانی که با نام حزب سوسیالیسم دموکراتیک فعالیت می‌کرد تا حدود زیادی به عنوان حزب شرق شناخته می‌شد و در غرب آلمان نفوذ اندکی داشت. اما در 2005 با اتخاذ نام حزب چپ و شرکت در ائتلافی انتخاباتی با حزب کارگر و عدالت اجتماعی که بیشتر در آلمان غربی پایه داشت، حزب با نفوذی در آلمان تلقی می شود. برای آشنایی با مبارزات حزب چپگرا کافی است که به کاوتسکی استناد بکنیم که در تبیین رابطه میان مبارزه اقتصادی و سیاسی میگوید گهگاه برخی کوشیدند تا مبارزه سیاسی را در تقابل با مبارزه اقتصادی قرار دهند و چنین اظهار کردند که پرولتاریا باید توجه خود را منحصراً به یکی از این دو مبارزه معطوف کند. واقعیت این است که این دو را نمیتوان از هم مجزا کرد. مبارزه اقتصادی حقوق سیاسی را میطلبد و این حقوق از آسمان فرود نمیآیند. برای تامین و بقای این حقوق شدیدترین نوع مبارزه سیاسی ضرورت دارد. در تحلیل نهایی مبارزه سیاسی یک مبارزه اقتصادی است. تا حدودی گنج